نماز غیر از این فرایض، همه نمازها در حقیقت نمازهای نافل است. غیر از فرض هر نمازی که ما میخوانیم در حقیقت در نفل شامل است. بعد تقسیم می شود. نفل چیزی زیادت بر فرض را میگوید. این زیادت گاهی سنت مؤکد است، گاهی سنت غیر مؤکد است، دقیق شده، و گاهی نوافل است، در کلش داخل میشه. بنابراین نماز تهجد از جمله نمازهای نافله است. تهجد همین تراویح از جمله نمازهای نافله است. غیر از فرض کلش در نفل داخل است. دو، هرگاه خواسته باشیم که یک عمل رو انجام بدهیم، قصدی که ما میکنیم همین نیت است. یعنی نیت در لغت قصد را میگه، منشأ جایش که از قلب است. همین که تو وضو میکنی به طرف نماز آمدی و جای نماز را انداختی، این قصد است، این نیت است. بناهن هرگاه ما قصد خود را به زبان میکشانیم تا حد اجازه داریم که زمینه تشویش را، مثل که برادر ما گفت، زمینه را بر خود مساعد نکنیم. یعنی ما تا جای به زبان میگیم که زمینه تشویش را بر خود مساعد نکنیم، که آلی چی نیت کنم، این نفل نیت کنم، حاضر وقت نیت کنم، رو به قبلت نیت کنم، فلان نشد، دستان نشد، را بر خود کتکره بریم. بلکه این که آمدی جای نماز که انداختی، الله اکبر، بهم دلت گفتی 2 رکعت نماز میخوانم، لله تعالی انشاءالله کافی و شافی است و پشت از این گپای دراز شکر نکردم. تشکر.